وضع بازار هر جور که باشه اینجا پر از شور و نشاطه و پر از تحرک و جنب و جوش. به قول بازاریای قدیمی خدا بده برکت، خوش آمده، به امید خدا را برکت. بازار قدیمی تنها یه محلی برای خرید و فروش نیست، اینجا موزه‌ای از خاطراتی که هر روز باهاشون زندگی میکنه. به ما زیاد خوش میاد. هر چیم لازم داریم هست دیگه اینجا. تا تلویزیونی که میبینم جریه میکنم، نگاه میکنم، دخترم برام ما دیگه جریه نمیکنم، زمونه دیگه چرخیده. انقدر اومدیم رفتیم عادت کردیم از اینجا وسایل بخریم. هم قیمتاشون مناسبه، همین که یه حال هوای خاصی داره. 30 سال پیش کجا خرید عروستون داشت؟ اینجا بود خرید کردی؟ خرید اینجا شد. کجا؟ مغازه؟ بله. اینجا بود؟ بله. خب 30 سال پیش شما خرید عروسیتون اینجا داشتید نه؟ سلام آقا. خسته نباشید. یادتون هست آقا رو 30 سال پیش اینجا عروس داماد بودن؟ فعلا نیده. پدرتون اینجا بودن؟ بله، پدرشون بودن. بازار قدیمی ارومیه در مرکز شهر سال هاست که نگینیه از هزاران نگین تاریخ و تمدن ایران زمین. بازار تاریخی ارومیه یکی از بازارهای قدیمی شمال غرب ایران هست و با وسعت 14 هکتار در دوره صفویه چیزی حدود 300-400 سال قبل ساخته شده و از اون دوره تا الان هنوز داره به کار خودش ادامه میده. سومین و چهارمین نسل بازاریان هم آمدند و رفتند، اما هنوز هم بازاره با همان قشنگیش و دل کندن ازش دشوار. 90 سالمه، 70 سال در بازار هستم. این بازار را خیلی دوست دارم. اگر اینجا باشم نمیشه. دوست دارم من. اگه نباشه چی؟ نباشه میشه هیستا. تاق‌ها، چشمه‌ها، گنبدها و راستاها همه حاکی از ذوق معماری ایرانی است. ذوقی که با وجود سادگی سراسر زیبایی است و مهم نیست در راسته عطاران باشی یا خراتان یا بزازان، طلافروشان یا فرش فروشان. این بازار با وسعت 14 هکتار از مصالحی مثل سنگ و آجرهای قفقازی درست شده و در بین آجرها هم بندکشی داره. طاق‌های به کار رفته، طاق‌های جناغی و در برخی موارد رومی است و برخی از قسمت‌های بازار همونطور که ملاحظه می‌فرمایید و جایی که ما توش حضور داریم 2 طبقه ساخته شده. بازار قدیمی ارومیه تنها محلی برای عرضه اجناس نیست. راسته صنعتگران اینجا هنرمندانی رو در خود جای داده که فارغ از کم و زیاد بودن درآمد هنوزم زیر شعله‌های آتش و براده‌های آهنی از صنعت این مرز و بوم دفاع میکنن. مردم که میرن جنس مثلا گلابی میخرن، آدم میگه مثلا اینو میذاره میره چینی میخره به خاطر اینکه مثلا خوب چجوری بگم قشنگه، اون رویایشو خوب کار کردن مثلا خوشگل دیگه میشه. مردم فکر میکنن مثلا برشش هم خوبه ولی برش ندارن. دیروز همین خاطره های امروز و فردا رؤیای امروز و این دست های لرزان در کنار بساطی که شاید همه اش پر یک تیکه در یک فروشگاه لوکس نباشه، اما اینجا چیزهایی است که هنوز هم خنده ها رو زنده نگه داشته. هنوز غذا میاری هنوز هم ماشاءالله سر حالی.